محمود کاروان آوازخوان و یکی از پناهجویان افغانستانی در شمال تاجیکستان همینگونه نوروز را پیشواز میگیرد. مثل او دهها گریزه های دیگر برای تجدید از جشن نوروز در کاخ فرهنگ ناحیه جبار رسولوف جمع آمدند. هرچند خودی پناهجویان برای نوارگری هنرنماییشان زیاد نبودند، ولی برخی از سازمان دهندگان این برنامه با عصبانیت تلاش کرد خبرنگاران جریان را ثبت نکنند. نامون است اجازه شما در کدام اساس شما من اجازه نمیدید؟ من دیگر روزنامه‌نگار هستم، چرا من اجازه نمیدید؟ همین من شما اساس شبیرت من میرم. این در حالی که مقصد چنین همایش‌ها ایجاد همدیگر فهمی و همبستگی است. هدف از برگزاری این همگرایی بین دو مردمی که فرهنگش و زبان و همه یک است و باز هم برای میخواهیم نشان دهیم که تا چه اندازه در دولت تاجیکستان گریزه ها می توانند که آزادانه برآمد کنند، آزادانه صحبت کنند و در یک جایگی دوستی کنند. در این چاره‌بینی فرهنگی و ایدانه ریزاکاران افغانستانی از دیگر منطقه‌های تاجیکستان هم آمده بودند. آنها هنرهای دستی و طعام‌های ایدانه منطقه خود را به نمایش گذاشتند و در صحن حوله کاخ فرهنگ نهال دوستی شنانیدند. اکثر آنها در صحبت با روزنامه‌نگاران گفتند که پس از هجرت مجبوری و در میان خبرهای ناخوش وطنشان چنین برنامه‌ها برایشان روحیه خوب می‌بخشد. خیلی ما خوشحال هستیم از اینکه ما در فضای آرام آسوده در جمهوری تاجیکستان، کشور با ما دوست برادر و ما اصلا همسایه نیک و صدیق مردم افغانستان قرار دادیم. خیلی روحیهشان بلند است و واقعا سپاسگزار هستیم از آرامی و دولت تاجیکستان. چنین برنامه‌ها در دیگر منطقه‌ای که اونجا نیز گریزه‌ها هستند دایر میشه؟ بله ما در شهر وحدت داریم، ناحیه رودکی داریم، ایسار، شهر نو، در همه جا افغان‌ها و تاجیک‌ها یک جا اشتراک میکنن و جشن نوروزی را مراسمش را میکنن. در دو جماعت ناحیه جبار رسولوف بیشتر از 40 عائله و 200 پناهجوی افغانستانی زندگی میکنند و فرزندانشان در مکتب‌ها تحصیل دارند. مقامات محلی میگویند برای بود و باش آنها همه شرایط لازمه را فراهم ساختند. مناسبت دوستی آنها خیلی خوب بودند. با جایهای کاری دائمی و موسمی تامین کرده شدند. خلق تاجیک یکی از خلقیت‌های فرهنگ سالار و مهمان نواز بوده. دائما بهره یاری رسانیدن و هم‌ملتانی بیرون از مرزی خود آماده بودند و هستند. این هم در حالی است که اکثر گریزه‌های افغانستانی در تاجیکستان موقتاً زندگی میکنند تا در کشور سیوم همچون پناهنده پذیرفته شوند. سال گذشته صدها نفر آنها به کانادا رفتند. مقامات تاجیکستان هم چند از آنها را اساساً با سبب‌های اعلام نشده و گاهی برای بود و باش غیرقانونی بازپس به افغانستان راندند. کمیسیت عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از اخراج پناهجویان افغانستانی به کشورشان نگرانی کرده از دولت تاجیکستان خواست به چنین تجربه پایان دهد. فرزان محمدی، رادیوی آزادی، ناحیه جبار رسولوف.